سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 17 سپتامبر همراه شما. مقامات قدرتی تاجیکستان با اعلان نتیجه عملیات بر ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع گفتند که او و 10 همراهش را بعد گفتگوی بی نتیجه برای تسلیم شدن کشتند. کمیته امنیت ملی شام 16 اوگوست با نشر بیانیه از تلویزیون دولتی و نشر نواری از محل درگیری در موضع گوسگروی دره رامید جسد عبدالحلیم نظرزاده معروف با نام حاجی حلیم را نمایش داد. بعد این دادستانی کل تاجیکستان روز 17 سپتامبر گفت در عملیات بر ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده در مجموع 25 نفر کشته شدند و 125 طرفدار او نیز دستگیر شدند. مقامات انتظامی تاجیکستان در عملیات 14 نفر را تلف دادند. معاون سابق وزیر دفاع به حمله های خونین بامداد 4 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و وحدت و قتل 9 افسر میلیسا متهم می شود. و در مراسم جنازه رستم امکیف فرمانده واحد ضد تروریستی و یا گروه الفا کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه واسه 100 نفر شرکت کردند. رستم امکیف را که روز 15 سپتامبر هنگام درگیری با افراد گروه مسلح حاجی حلیم کشته شد، روز 17 سپتامبر در آرامگاه روستای نوبهاری ناحیه دفن کردند. پلکونیک 41 ساله یک فرزند داشت و با چندین نشان دولتی از جمله برای جسارت قدردانی شده است. دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد 13 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی را با اتهام همدستی با گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده دستگیر کرده است. دادستانی با نشر یک بیانیه رسمی گفت همه این 13 نفر که به قول دادستانی نیت فرار از تاجیکستان و قصد پنهان شوی داشتند، ضمن عملیات در شهر دوشنبه و دیگر گوشه ها دستگیر شدند. این زمان دادستانی محیدین کبیری رئیس حزب نهضت را با آن متهم کرد که به آشوب حاجی حلیم و همراهانش دست دارد و این گروه به گفته دادستانی با هدایت و دستور محیدین کبیری عمل کرده است. ولی محیدین کبیری در مصاحبه کتبی با رادیو آزادی اتهامات دادستانی کل را رد کرد. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند، با آنها لازم بود تا ما را با آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. خود محیدین کبیری چند ماه باز است در خارجه به سر میبرد و پیشتر به رادیو آزادی گفت که عزم برگشتن به تاجیکستان ندارد. در شهر دوشنبه نمایشگاه مالهای صنعتی چین آغاز یافت که در آن عمدتاً مال و اموال شرکت‌های ولایت شینجان و اویغوری هم مرز با تاجیکستان به نمایش و فروش گذاشته شدند. نمایشگاه در کاخ بادبد در پایتخت صورت می‌گیرد و 40 شرکت چینی تولیدات خود از قبیل مصالح ساختمانی، فرآورده‌های کشاورزی و مال و متاع‌های گوناگون را به دوشنبه آوردند. مقامات رسمی گفتند هدف از برگزاری نمایشگاه مساعدت به افزایش تجارت در میان چین و تاجیکستان است. جمهوری مردمی چین سالهای اخیر به یکی از شریکان اصلی تجارتی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان تبدیل یافته است، ولی عین زمان شکایت از صفت مالهای وارداتی از چین زیاد است. شام 16 سپتامبر در مهمانخانه حیات ریجنسی در دوشنبه پنجمین جشنواره تلویزیونی بین المللی با نام تفی صدروج است و شروع شد و تا 19 سپتامبر ادامه می‌کند. فستیوال مذکور با مساعدت سازمان‌های روسیه در کشورهای شوروی سابق صورت می‌گیرد. در آزمون امسال برنامه‌ها در موضوع تلویزیون برای کودکان و نورسان پیشنهاد شدند و از میان 54 نمایشنامه‌های کودکانه و فیلم‌های تصویری داوران باید بهترین ها را انتخاب کنند. همزمان در جریان فستیوال میزهای مدور در مورد بلند برداشتن سطح نمایش و فیلم‌های تصویری با شرکت متخصصان ساحه از روسیه دایر می شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.